اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. سوره النازعات. سوره نازعات هم از جمله سوره های مکی هست، اساسات اعتقادی را بیان میکنه. موضوع سوره نازعات که است خشیت و ترس و ترغیب به خشیت است. از این خاطر در اینجا شما ببینین کلمات خاشعه، فتخشا، خافه، توحید در خشیت زیاد دی بیان شده و خشیت و ترس سبب تزکیه میشه، یعنی نفس تا وقتی که ترس نداشته باشد تزکیه نمیشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و النازعات قسم است به او فرشته هایی که نزع میکنن، میکشن روح را از جسم انسان، از جسم انسان کافر، غرقا به سختی. و الناشطات و قسم است به او ملائکی که روح خارج میکنن از بدن جنتی ها، نشطن با نشاط و آرامش و راحت. و الصابحات و قسم است به او ملائکی که مثل شناکننده ها در میان زمین و آسمان حرکت میکنن، صبحاً با بسیار تیزی به خاطر تطبیق اوامر الهی. فالسابقات باز قسم است به اون ملائکی که سبقت و پیش دستی میکنن به خاطر تدبیر امور، سبقاً با بسیار سبقت و عجله و شتاب اوامر الله را چی میکنن؟ تطبیق میکنن. فالمدبرات پس قسم است به اون ملائکی که تدبیر و تنظیم میکنن امرا اموری که از طرف الله برشان مکلفیت داده میشه. این 4 قسم است که الله متعال میگه که جواب قسم چی هست؟ که روز قیامت آمدنی هست. یوم روزی که ترجف الراجفه، بلرزد یا حرکت بدهد الراجفه، امو سوری که حرکت دهنده هست. وقتی که سور میدمه تمام مخلوقات در حرکت میشن. و یا سوری که انسانها را از حرکت باز میداره و تمام مخلوقات هلاک میشن. تتبعها که باز به تعقیب از او 40 سال بعد الرادفه سور دومی زده میشه. قلوبون که در سور دومی باز تمام انسان ها چی میشن؟ دوباره زنده میشن. قلوبون قلب هایی که یوم زندگی روز واجفه بسیار ترسان میباشن، قلب هایشان در ترس و لرز است. ابصارها چشمهایشان خاشعتون باز اونجا در ترس و خوف و لرزش است و پایین افتاده هست. یقولون این مجرمایی می باشند که می گفتند اینا لمردودون فی الحافره، آیا ما برخواهیم گشت فی الحافره به حالت نخست، اذا کنا عظاما نخره، وقتی که ما باشیم استخوان‌های نخره بوسیده شده و میده میده شده. قالوا باز اینا به تمسخر میگن که تلک اذن کرتون خاسره، یقینا که بازگشت است خسران دهنده و زیان دهنده. الله متعال میگه فانما هی زجرة واحده. الله متعال میگه این قیامت که هست یا این راجفه که هست، سور، زجرة واحده، یک آواز بسیار شدید است. فاذا هم بالساهره،
باز تمامی از اینا به میدان حشر جمع می شوند. ساحره میدانی که در اونجا میدان حشر گفته میشه و مردم در او جمع میشن. این مردم های بیدین نه تنها در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم هستند بلکه در امت های قبلی هم بودن. هل اتاک حدیث موسی، آیا بر تو خبر موسی علیه السلام آمده هست که اذ ناداه ربه، وقتی که صدا کرد او را ربش بالواد المقدس، در یک وادی یا کوی مقدس که توا کوی تور نام داشت، اذهب برو الى فرعون، به سوی فرعون، انه یقینا که فرعون طغا، طغیان و سرکشی کرده، طاغیه هست. طاغوت کسی است که قانون ضد شریعت الله می سازه و مردم به طرف از او قانون دعوت میکنه. فقل برش بگو که هل لک الی ان تزکا، آیا میل داری که تزکیه شوی، از این فکر و اندیشی باطل دور شوی و به طرف توحید دعوت شوی، و اهدیه که به تو را رهنمایی بکنم الی ربک، به سوی پروردگارت، فتخشا، باز تو توحید خشیت در نظر داشته باشی و از الله بترسی. فاراه الآیة الکبری، الله نشان داد بر از او یک معجزه بزرگ را. فکذب، باز تکذیب نمود فرعون، و عصا، و معصیت و نافرمانی کرد. ثم سپس ادبر، پشت دور داد، یسعی که سعی و تلاش می کرد تا برای مقابله با موسی علیه السلام طرفدارای خود جمع بکنه. فحشر، باز جمع کرد. فنادا، باز صدا کرد در میان طرفدارای خود صدا کرد و فقال، گفت انا ربکم الاعلی، من رب شما هستم که بسیار بلند مرتبه هستم. فرعون صدا کرد و گفت. فاخذه الله، باز مؤاخذه کرد فرعون الله متعال، نکال الاخرة والاولی، به عذاب آخرت و الاولی، و عذاب دنیوی که غرقش کرد. این یقینا که فی ذالک، در قصه و حکایت و واقعیت زندگی فرعون و هلاکت از او، لعبرتا، یک پند است، لمن یخشی، برای کسی که از الله می ترسه. اانتم اشد خلقا ام السما، الله وقتی که اونا گفتن که ما چطور پیدا شویم و چطور از قبر بخیزیم و چطور از این ذره های استخوان پس ما انسان شویم، الله متعال گفت اگر شما عقل دارین، انتم اشد خلقا، آیا شما خلقت بسیار سخت دارین، ام السما، یا خلقت آسمان ها. شما آسمان ها را ببینید که در اونجا الله چی مخلوقات را خلق کرده، سیارات، نظام شمسی، کهکشان ها، آیا اینا بسیار خلقتشان سخت است یا خلقت شما؟ الله متعال میگه بناها، ما ای آسمان با ای مخلوقاتش بنا کردیم، ساختیم، خلق کردیم. رفع سمکها، او خالق متعال ایره بلند کرد، سقفشه. سمک سقف میگن، رفع بلند نمود، سمکها سقف از آسمانان. فسواها، باز اینا را مساوی کرد. و اغطش لیلها، و تاریک ساخت شبش، و اخرج ضحاها، و بیرون کرد روشنیش را. و الارض بعد ذلك، و زمین بعد ازی دحاها، هموار ساخت. اخرج منها ماءها، خارج کرد از امی زمین ماءها، آب از را. و مرعاها، و گیاهای از را. و الجبال، و کوها را. ارساها، مستحکم و استوار ساخت در روی زمین مثل میخها. متاعا لکم، این کلش یک فایده هست برای شما، ولی انعامکم، و برای حیوانات شما. فاذا جاءت الطامة الکبری، وقتی که بیایه طامه کبرا، قیامت بزرگ، یوم ای روز، یتذکر الانسان، به یاد می آورد انسان ما سعی آنچه که کرده است.
و برزت الجحیم لمن یری، و آشکار کرده می شود دوزخ برای کسایی که دوزخ می بینن. کسایی که دو صفت زشت داشته باشند اونا دوزخی هستند. و دو صفت دوزخی ها چی است؟ اول طغیان است از قانون الله. پس فاما من طغی، پس کسی که اولی صفت داشته باشه که طغیان میکنه، سرکشی میکنه، به عوض شریعت الله قوانین ساخت انسان ها را برتریت میده. دوم صفت دوزخی ها چی است؟ و آثر الحیات دنیا، و این برتریت میده زندگی دنیا را نسبت به آخرت. پس کسی که دو صفت داشت، قوانین سوسیالیسم، کمونیسم، مارکسیسم، دموکراسی، داروینیسم، فلسفه های کفری را اختیار میکنه، طغیان میکنه و زندگی دنیا را اختیار میکنه. فإن الجحیم هی المأوى، باز جحیم جهنم جایگاهش است. و اما من، کسی که خاف بترسه مقام ربه، از مقام یا ایستادن در مقابل ربه پروردگارش، از این ترس داره، چی کار میکنه؟ و نه نفس عن الهوى، و منع میکنه نفس خود از خواهشات نفسانی. فإن الجنة هی المأوى، پس جنت جایگاهی است. یسألونک، سؤال میکنن از توی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الساعة، درباره قیامت. ایان مرساها، که ای چه وقت وقوع پیدا میکنه. فیما انت من ذکراها، در آنچه که تو را من ذکراها از علم آن، یعنی فیما انت من ذکراها یعنی بر تو علم از او داده نشده که کدام لحظه هست، کدام وقت است. تو فقط یاد از او جنت میکنی. فیما انت من ذکراها، او تو ترجمه میشه که با تو چی معلوم است وقت آن. یعنی پیغمبر اینا تو را از لحظه قیامت پرسان میکنه و تو لحظه قیامت خبر نداری. الی ربک منتهاها، منتهای از او کس به سوی پروردگار توست، یعنی لحظه قیامت عالم الغیب الله هست. انما یقینا که انت توی پیغمبر منذر و ترساننده هستی، من کسی را که یخشاها می ترسه از این روز قیامت. که انهم، مثل که این مردم یوم، در روزی که یرونها ببینن قیامت را، لم یلبثوا، ات فکر میکنن یا ات معلوم میشه که در دنیا نبودن، الا عشیتا او ضحاها، یا یک شام یا یک چاشت. یعنی اندازه زندگی دنیا در مقابل قیامت به می اندازه کوچک و خرد است.